ببخشید. خب سلام به دوستان عزیز. بچه امروز قراره که داخل این ویدیو با همدیگه بریم بچه GTA سن اندریاس فارسی رو با همدیگه تماشا کنیم و بچه خیلی ممنون میشم که تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. واقعا من زحمت فراوانی کشیدم برای نصب این ماد و واقعا کمکم کنید. واقعا بچه نگاه کنید، به به کورد باشه و برو بریم بچه که این GTA خفنم با هم دیگه داشته باشیم. برو بریم. خب بچه همین اول کاری که داریم میبینیم بچه صفحه های دیگه زانتی ها چیزو داریم. حالا من برم داخل یه سیو دیگه. بچه صدای بازی من قطع کردم حالا به خاطر کپی رایت. حالا خب بچه برو بریم. همینطوری که اول داریم میبینیم CJ و بچه گرافیک این بازی چیزی یافته شده، افزایشی یافته شد. و چیزی بهتون بگم در GTA سن اندریاس عادی این فیلم خارجی و در این GTA بشه فیلم ایرانی. به جادوگر یعنی وقتی ماد اومده برو بریم که قرار کلی با هم دیگه ماشین ایرانی خفن رو با هم دیگه بررسی کنیم. آقا بچه شما همینجوری که داریم میبینیم بچه باید یه دستتون رو باشه اینجوری از صفحه بکشیم پایین. باشه این خطی که کشیدم باشه و یه صفحه ماد براتون میاد. اوکی حالا اینقدر شما ماد خالی داری بچه. این بازی هم ببخشید من داخل دیسکریپشن گذاشتم. اگه رایگانش رو میخواین باید حتما بچه منو فالو کنید و لایک هم کنید و کلمه بازی رو داخل کامنت ها بنویسید تا من براتون بفرستم. اینا باشه کلی ماد داره. اول ماشین باشه BMW است 206 نیسان باشه. این یه باگه حالا نمیدونم این چرا اینجوریه. یه نیسانه که باشه قبلا حالا باشه این نیسان آبی بود الان نمیدونم چرا طلایی شده و از GTA سن اندریاس باشه چیزم نمیشه، یعنی آبی هم نمیشه. خب بچه ما فعلا بریم سوار پژو 405 بشیم، یعنی نه بذار فعلا بریم سوار SLX بشیم. به به 90 تاکسی تویتا. به به ماشین مورد علاقه منم این هم از SLX رفتی SLX. این هم از SLX باشه ماشین. ای بابا این چرا اینجوری میشه؟ باشه ماشین مورد علاقه منم شاید بعضیاتون حالا نه بابا نمیدونم از چنل هم دیگه مشخصه بچه مادیار 1092 خواهش میکنم بشه فالو کنید. من واقعا بچه خیلی زحمت میکشم به خاطر این ویدیوها نصب بازی ها و من در اصل بچه کلیپ های شوتی میذارم و بچه این اولین ویدیو GTA همه بچه خواهش میکنم اگه میخواین GTA V یا هر بازی دیگه بهتون بذارم داخل کامنت ها بگین و تو رو خدا منو فالو کنین. من واقعا نیاز به حمایت شما دارم. بچه میاین اینجا مثلا اینو میزنین، مثلا الان بارونیه من هوا بارونی دوست ندارم، مثلا 15 رو میزنین و حالا نشد که مثلا میاین داخلش چیتا اینجا 10,000 تا چیت داره. اینا چیت اسلحه همه جور چیت داره. فقط من یه لحظه صدای این تلویزیون رو کم کنم. ببخشید واقعا شما من معذرت میخوام. برق رفته بود تازه اومده. خودتون دیگه وضعیت کشور رو میدونید دیگه اصلا بده، واقعا خیلی وضعیت کشور بده. و آقا مثلا اینو میزنید هوا بارونی قطع میشه. حالا دیدین مثلا یه بار دیگه میزنید مثلا من هوا شب دوست دارم، بعد میایید رو این مثلا 15 ها میزنید و روز میشه. مثلا همینجوری که داریم میبینم SLX باشه صداشون خیلی خفنه ها. فقط من نمیتونم بذارم به خاطر کپی رایت باشه. صداشون خیلی خفنه و همینجوری بار زده و 2 تا اسلحه هم جوشه. این مادر میکشیم پایین. این اسپورت ماشین رو میزنید اینجا شما میتونید همون جایی که هستی ماشین حالا اسپورت کنید. من چیز میزنم مثلا نیترو. ببخشید دستم خورد به این. مثلا نیترو میزنم مثلا چیز میزنم اینا میزنم دیگه.
خب بچه ها همینطوری ماشین اسپورت شد بچه شوتی هم میتونیم بکنیم، یعنی خیلی بازی خفنی، همه جور ماشین داخلشه بچه ها. و بچه ها اگه میخواین این بازی پولی بخرین بچه ها من رایگان برای شما میذارم که بذارید، فقط یه شرط داره که باید چنل منو فالو بکنید و بچه ها 3 مشترک دارم، واقعا خیلی بده این بچه ها، برو دور باش بزنید. به به اگه میخواین این بازی ها رایگان دریافت کنید باید حتما چنل منو فالو و ویدیوهای منو لایک و زیر چیزام ویدیوهام کلمه یا زیر این ویدیو توی کامنتاش کلمه بازی کامنت نگاه کنید، فروشگاه غذایی مواد غذایی بابا برفی. آقا برو بریم که قرار کلی خوش بگذرونیم، برو بریم. خب بچه همینجوری که داریم میبینی اینم SLXش خیلی نرمه بچه ها، یعنی یه بد بپیچی باشه چپ کرده. حالا نگاه کنید باشه، حالا من یه بد بپیچیه یه سرعت بری تو سرعت بپیچی دیدین چپ کرد. حالا بسته زانتی‌ها رو هم داریم میبینید دیگه. آقا مثلا ما سوار زانتی میشیم بچه، دوبله فارسی هم هستا، من دیگه گفتم کپی رایت میکنه. دوبله فارسی ها کلن سری جی تی رو قطع کردم. زانتی ها مخصوصا سری زانتی هاش خیلی بلنده، اصلا نمیذاره من حرف بزنم بچه ها، خیلی صداش بلنده، صداش حاجی از لامبورگینی اون ورتره، خیلی صدای بدی داره. باش میشه بریم اون بر پولیس رو داریم میبینیم. بچه ها تو رو خدا لایک کنید، میدونم خیلی و این دکمه هم بزنید باشه، این دکمه پاور گازش میگیره. چه ماشین بعدی که میخوایم تست کنیم بچه شما میتونید شخصیتتون هم وقت تغییر بدیم به صورت این مادایی که ریخته شده داخل بازی. برو بریم بریم بازی واقعا پراید داره پراید بشیم. ببخشید معذرت میخوام، ببخشید. روی قسمت این میزنید بریم ماشین اسپورت بشه. میدونید پراید کفخواب و یکم تو اعصاب من کنم ماشین کفخواب. این نمیدونم خودتون هم این فوبیا رو شاید داشته باشین، من که دارم مثلا اینو بزنید بلند میشه. توی پراید اسپورت خیلی وشتی آجی داداش، میشه نزنی عوضی کسافت. خب بچه برو بریم. حاجی من واقعا پرایدو ماشین خوبی نیست، ماشین خوبی نیست ولی باش هندلینگ داخل جی تی خیلی هاشه. مال اول شخص هم اضافه شده این بازی، نمازماد اول شخص من ماده میکنم ماده اول شخص زیاد خوب طراحی نکردم. دسته مخصوصا 206 هم داره، 206 مثل این کامپیوتر جی تی فارسی کامپیوتر حاجی آهنگاش چه حالی میده، برو بریم. دیدم حاجی چه بابا نه حاجی بعضی وقتا جی تی خراب میشه. آقا برو بریم ماشین بعدی سوار بشیم. هوندا این هوندا این شده هوندا زیر پل بعضی وقتا باگ میزنن، نمیدونم چرا. 504 داخلشه، پیژو 504 لامبورگینی حاجی یه جوری میره این لامبورگینی اصلا من دگمه پاورم حتی نمیزنم بچه، اگه اصلا دگمه پاور رو الان زدم ولی خیلی فضایی این ماشین واقعا خیلی خفنه. بچه فلات هم داخل این بازی هستش و فکر نکنم کسی سوارش بشه، ولی خب برو بریم دیگه. آقا برو بریم. بچه ماشین بعدی که میخوایم سوارش بشیم پارس ELX بچه ها. این بهترین بازی
بچه قیمت اصلی این بازی هم من خودم بچه پول دادم 100,000 تومان. شر بچه اگه میخواین این باگو درست کنین، یعنی چرخاش اینطوری کجه باشه، باید بیاین ماشین رو اینطوری اسپورت ماشین رو بزنید و مثلا من دارم اسپورت کنم، مثلا نیاز به این کارم. باید شما هاف دیل اسیس رو بزنید و یعنی همون ماشین پنوماتیک رو بزنید و لاستیکای ماشینتون صاف میشه. برو بریم آقا. من ماشین مورد علاقه‌ام به شخصه اینه، یعنی من واقعا اینو خیلی دوست دارم. بهترین ماشین آجی، بهترین بچه قرار همه ماشیناش سوار بشیم. بهترین یعنی بچه من یه جوری میشه گفت شوتی سوارم دیگه، از کانالم معلومه دیگه. بچه یکی از مورد علاقه ترین کارهای من بچه لای کشی در مثلا اتوبان اینا، مثلا میری نور بالا میگه لای رو نگاه اوف این ریدم چقدر خفنه آجی. پارسش خیلی هندلینگ داره آجی، لاستیکش میره بالا نگاه خیلی خفنه. بچه اگه مثلا میخواین بچه خیلی خرج کنیم و جی تی ایتون خیلی خفن باشه، میتونیم بچه جی تی ای آرسنال رو بخرید. بچه میتونید اسمش چی بود حاجی؟ آرسنال که اسم تیمه. میتونید جی تی ای 1M رو بخرید بچه که یه جی تی ای خیلی خفنه. اسکانیا رو بخرید. خب داشتم میگفتم اسکانیا هست دیگه. آره نه ولوی این حاجی، ولوو اسکانیا و ولوو رو هم حاجی میگم. اون جی تی ای ببین یکم گرونه، قیمتش 1,000,000 تومنه و واقعا میدونم من پشماتون ریخته. اون جی تی ای بچه داخلش آلفای بوکان، من که خودم داخل بوکان زندگی میکنم، آلفای بوکان، جنگنده قوچاچیان بود، نمیدونم چی بود، آردی هم تا داخلشه. داخل این بازی که الان باگه دیگه، ببخشید این باگ الان درست میشه. و گریفن سقز بود چی بود اون داخلشه. یعنی یه جی تی ای فوق گرونه دیگه بچه، زیادم خفن نیست، یعنی واقعا از این خفن تر نیست. 100,000 تومن کجا، 1,000,000 تومن کجا؟ آقا برو بریم 450 بشه. این باگه واقعا، معذرت میخوام بعضی وقتا این باگو میزنه بازی. برو بریم سوار این که وانت ایرانی حالا چیزی نیست، چیز خاصی نیست. برو این هیوندا رو دیدین رفت ویدیو رو عقب بزنیم میبینیم. بعد از سمند پلیس، بنز پلیس، آردی و عزیز دون، یعنی بهترین ماشین جهانه، بهترین ماشین جهانه. اوف یعنی اوف دایی اوف آجی. اسپورت آجی باشی لایوی میکشم خیلی. میدونم تا هم دلت میخواد، دلت نخواد اینجی که البته میتونی دانلودش کنی از دیسکریپشن دیگه. بچه خواهش میکنم لایک کنید، فالو کنید منو، خواهش میکنم. خب بچه ها مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. یه بازی داره باگ های فراوانی میزنه. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. بچه خواهش میکنم ویدیو رو لایک و چنلم رو سابسکرایب کنید. بچه خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین و این زنگوله نوتیفیکیشن هم بچه حتما فعال کنید تا اگه من مثلا ویدیو گذاشتم پلیس ایرانیو باش در سگ ایرانی داره. چجوری؟ قربان چجوری؟ جیب چه پدر سگی اینو رو آجی، واقعا پدر سگ کسی که سازنده این بازی دمش گرم آجی پدر سگ. و بچه خیلی ممنون واقعا، خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین و تا یه ویدیو و جی تی ای دیگه بدرود.